سلام به دومین دونه از چسب زخم خوش اومدید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه یا حداقل دیگه بدتر از این نشه. امیدوارم حال ریه هاتون اگه بشه خوب باشه. امیدوارم هر هموطن یک عضو با حال خوب داشته باشه، چون ببینید الان از 4 تا عنصر اصلی یعنی آب، هوا، آتش و خاک 2 تاشو نداریم، با یکیش گلاویزیم. اولی که هوا بود که من یه رصدی کردم از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب سرزمین پهناورم آلوده است. آلوده بهتون میگم ها. شاخص آلودگی تهران دیگه نارنجی و اینا رو گذرونده، قهوه‌ایه. حالا کلان شهرهای صنعتی و اینا رو کاری ندارم، ان شاءالله که یه چرخی میچرخه و یه آلودگی میده بیرون، ولی نمیدونم شما هوای پاک و معصوم مرزن آباد رو چجوری آلوده کردین؟ دومین عنصر هم که آبه، که ما از وقتی خوندن نوشتن یاد گرفتیم اینجوری بود که بابا آب داد، بابا نان داد. حالا نان و بابا، ماما، بچه اینا جمع میشیم یه کاری میکنیم، از زیر سنگ هم شده نون رو پیدا میکنیم، ولی بدبختانه الان زیر هیچ سنگی آب نیست. یعنی سفره‌های زیرزمینیمون هم کوچیک شدن. حالا وسط این اوضاع قاراش میشم هی آتیش. این آتیشی که افتاده بود به جون جنگل‌های هیرکانی. جنگل‌های هیرکانی مال قبل عصر یخبندانه، یعنی عصر یخبندان نتونسته بود آسیب بزنه به این جنگل‌ها. ما نمیدونیم در عصر حاضر چی کار داریم میکنیم که این اتفاق افتاده. به این جنگل‌ها میگن بزرگترین جنگل‌های معتدل پهنبرگ جهان که هنوز زنده است. خدا وکیلی این یه دونه رو دیگه زنده نگه داره. از 4 تا عنصر آب، هوا، آتیش میمونه خاک، که اونم بر سر من که اوضاعمون اینه. بالاخره مسئولین به این نتیجه رسیدن که مملکت خالی خالی نمیگذره. وزیر بهداشت فرمودن چاره ای جز کشت تریاک نداریم. سخنگوی کمیسیون بهداشت هم گفته مورفین کمه، باید شقایق بکاریم. شقایق هم که میدونید دیگه، همون مؤدبانه حبه یا همون خشخاش. تا اینجای کار یک نفر از قوه مجریه موافقت خودش رو اعلام کرده، یک نفر هم از قوه مقننه مساعدت خودش رو. اگه قوه قضاییه هم مخالفت نکنه ما این قضیه مورفین رو ران کنیم، چون بالاخره طول میکشه، یه تعدادم درد دارن. چون حالا ما تا اون رو بخوایم بکاریم، آب پیدا کنیم بهش بدیم، کود پیدا کنیم، کود البته هست چون فعلا مدیریتی روش نیست، کود داریم، کود پیدا کنیم این بیاد بالا رشد کنه، تیغ بزنیم این بیاد مورفین شه، و طول میکشه. امیدوارم که هرچی سریعتر این تصمیم رو بگیرید. شاید بپرسین پسر تجهیز کننده بهداشت ایران، نظر تو راجع به این طرح چیه؟ 100% موافقیم. اصلا ما تا کی دستمون جلوی این کشور همسایه اون کشور همسایه دراز بشه؟ سیب زمینی پیازم بیشتر از 2 بار نمیتونی بگیری. من تا الان فکر میکردم این داستان اصلا تفننی مصرف میشه، تابوی بهش پرداخته بشه، نگو در سطح کلان هم به این میپردازن. بله ما موافقت خودمون اعلام میکنیم و براش 2-3 تا طرح بسیار خوب هم داریم. آقا اصلا جمع میشیم براش فستیوال برگزار میکنیم. بله، فستیوال تیغ زنی با حضور مجید خراط‌ها. تیغ اول و دوم و دولت بزنه، 3 و 4 و 5 و 6 تیغا رو ملت میزنن. یا تبلیغات اینستاگرامی براش در نظر میگیریم. به جای اینکه از این موتوری از اون موتوری بگیری، یارو میاد پلاستیکو میزنه زمین میگه تریاک ناب از من کشاورز بخر. یا مثلا به جای اینکه صبح تو مدارس چیکار کردی با دلم وای پلیشه، صبح به صبح 7 صبح داریوش پلی میکنیم. چشم مثل چشت خط شقایق. نازم اعتراض و اعتصاب پرستاران نسبت به فشار کاری بالا، حقوق پایی پایین، اضافه کاری ارزان و اجباری، تکرار میکنم اضافه کاری ارزان و اجباری، معوقات، تعرفه گذاری‌های خدمات پرستاری و هزار مشکل نفیس دیگر. پرستارا جمع شدن گفتن آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، شما نمیدونید چه بلایی داره سر ما میاد. اگه امکانش هست این حقوق ما رو از حالت آب باریکه به یه رودی، چوبی، دریاچه‌ای، دریاچه رو ولش کن، دریاچه یهو دیدی خوش شد، همون
جوبی، رودی، آب باریکه مداومی چیزی تبدیل بکنی ممنون میشیم. مسئولین همیشه در صحنه ما هم نه تنها نشستن پای صحبت پرستارا، بلکه بهشون گوش دادن و بعدم پا شدن رفتن. البته قبل از اینکه برنم دو تا از اون پرستارایی که اونجا جمع شده بودن اعتراض کرده بودن رو متفرق کردن. خب رئیس کل کنفدراسیون پرستاران جهان امشب پیش ماست. سلام آقای مهندس. الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی. ممنون از لطفتون. تو نوعی البته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوش آتیه و بینندگان عزیزتون. خیلی ممنونم از شما. و یک سلام ویژه تر خدمت پرستاران عزیزی که الان از سر شیفت دارن ما رو میبینن. ممنونم از شما. خب و یک سلام ویژه تر خدمت پرستارانی که از سر شیفت های دومشون دارن ما رو میبینن. چند تا شیفت رو قرار پوشش بدیم؟ تمام شد دیگه. خب عرضم به حضور شما که جناب مهندس امشب مزاحمتون شدیم که در مورد این اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که پرستاران نسبت بله پرستاران عزیز ما جمع شدن گفتن آقا ما با کرونا جنگیدیم حمایتی ندیدیم. همه یک صدا میگفتن. بله در این تورم دلاری ما حقوق میگیریم ریالی. بله همه با هم. مسئول بی‌کفایت استعفا با شما بودن درسته؟ زبون تو گاز بگیر با مسئولین میان رده. ما که کفایتمون ثابت شده است. ما هم بیکار ننشستیم. دست روی دست نگذاشتیم. چه عالی. بله زنگ زدیم به همه مسئولین سرتاسر دنیا، همه رو دعوت کردیم که خب خیلی هاشون نتونستن بیان و همین چند تا کشور همسایه اومدن، صحبت کردیم و به نتایج بسیار خوبی رسیدیم. چقدر عالی. خب نتایجی که بهشون رسیدین چیا بودن؟ ما یه کاری کردیم که پرستاران عزیز از این به بعد بتونن 2 برابر حقوق بگیرن. کارستونی بوده کارتون. خواهش میکنم. نه خیلی هم کار خاصی نکردیم در برابر زحمت این عزیزان. خب چی کار کردین؟ گفتم خیلی کار خاصی نکردیم در برابر حالا شکست نفسی مهندس هم تمومی نداره. نه منظورم اینه که چی کار کردیم. واقعا کار خاصی نکردیم برای این قشر زحمت کش. خب آخه چجوری میخواین توضیح بدم؟ بله حتما توضیح بدم. آخه من اگه بخوام اینو توضیح بدم باید از یه زاویه دیگه توضیح بدم. از هر زاویه‌ای میخوایم برسیم به اینکه چه اتفاقی افتاده. خب ببینید یه تعداد شائبه شده میگن اضافه کار و اضافه کار و اجباری ارزانه. اصلا ما اضافه کار نداریم. ما کار اضافه داریم. آها یعنی کار ریخته وسط. آفرین باری کلا به شما. باری کلا. کار زیاده، کار ریخته سرمون. چرا کار ریخته سرمون؟ باری کلا. من برای این سوال شما مدرک آوردم. چقدر عالی. سند آوردم. واقعا کم هم مسئولینی که با مدرک صحبت کنن و بسیار. ببینید دوربین من کدومه؟ یه دونه دوربین داریم. این آمار مهاجرت پرستاران که میبینید خدا رو شکر سعودیه. خدا رو شکر نداره. هر سعودی که خوب نیست. عنوان رو خواهشاً دقت کنید. یعنی چه هر سعود؟ مگه ما چند تا نمودار با شیوه سعودی داریم توی مملکت؟ این آمار مهاجرت فست. درست. این که هیچ. این ببینید شما فکر میکنید که ما کارگروه نه. این چیه؟ این چه نمودار آشنا؟ نه این هیچی. نه این چی بود؟ این هیچی بود. این یکی از همون نزولیای همیشگی. هیچ. این آمار پرداختی‌های ما پرستاران بود که یه ذره نبود. نه اون کله کرد. نه اصلا سند دیگه. این چیه؟ آمار مهاجرت کادر درمان. میبینید که از کادر خدا رو شکر زده بیرون. یعنی همه دارن میرن. خب چی میشه؟ وقتی آمار اینجوریه چی میشه؟ تعداد افرادی که دارن میرن زیاده، تعداد افرادی که میمونن انگشت شمار. چی میشه؟ طبق اصل پاسکال فشار به افرادی که باقی میمونن میره بالا. خب این الان کجاش به نفع پرستاراست؟ آفرین. شنونده باید عاقل باشه. شیفت زیاده، پرستار کم. درست. اقتصاد خوندین، عرضه، تقاضا. پرستارا قبلا میتونستن یه شیفت وایستن، 2 شیفت وایستن. پرستار الان باید یه شیفت وایسته، 2 شیفت وایسته، نترس 3 شیفت وایسته. خب یکم اوضاع خوب نیست به نظرم. الان فشار زیاد میاد بهشون. شما فکر میکنین ما خوشحالیم که این فشار کاری به این قشر زحمت کش؟ به خاطر خودشونه. ته ما 2 قرون 10 شای بیشتر بره تو جیب خودشون. میره تو جیب خودشون؟ آفرین. این چیه؟ اون چیه؟ این وضعیت جیب ماست. خدمت شما مو داره بکن. ما اگه داشتیم که میدادیم بهشون دیگه. خب الان به نظرتون شرایط زندگیشون یه مقدار بد نیست؟ از نظر مالی بله، از نظر معنوی خیر.
از نظر معنوی رو به پیش رفتند. چطوری؟ من خوبم، شما چطوری؟ نه منظورم اینه که چطوری از نظر معنوی رو به پیش رفتن. اینم باید بگیم. بله. از نظر معنوی بذارین اصلا من با ذکر یک مثال بگم. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. اصلا بذار یه طور دیگه توضیح. بله بفرمایید. پرستاران سراسر دنیا شما فکر میکنین چجوری شیفت میدن؟ چجوری شیفت میدن؟ 6-7 تا شیفت میدن در ماه. هر شیفت چند تا مریض میبینن؟ 3-4 تا مریض. بعدش میرن استراحت، ریکاوری، مدیتیشن، سوشی بخورم، برم ویکند و نمیدونم برم یوگا و برم. آروم باش، آروم باش. پرستاران ما چجوری شیفت میدن؟ پرستاران ما دیگه شیفت لانگ ندارن. چقدر خوب. شیفت وری لانگ دارن. خب چقدر بد. این چرا این اتفاق افتاده؟ پرستار ما الان اول ماه میره شیفت، درست. 20-25 برمیگرده خونه. یعنی شیفت رو با شیفت روشن میکنن پرستارا. تازه ما اینا رو جمع کردیم گفتیم اگر 30 روز هم میتونین شیفت بدین هست. شیفت زیاده، بدنشون یه مقداری نمیکشید. درست. جای کار داشت، کاملا فضای کاری براشون مهیا که بتونن 30 روز هم شیفت بدن. خب بعد فکر میکنی شما پرستارای ما در هر شیفت چند تا مریض میبینن؟ ببینین استاندارد بزن به تخته. چرا نمیذارن صحبت؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله هر پرستار ما در هر شیفت 10 الی 14 نفر رو حریفه. مگه دعواست؟ بله دعواست. شما اصلا رفتین توی بیمارستان رو دیدین دعواست آقا. خب یه ذره احساس میکنم شرایط زندگیشون الان خوب نیست. درست میگم؟ نه خوبه، شرایط زندگیشون خوبه. همین که 10 تا 14 نفر رو میتونن ببینن این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خودباوری، یعنی پیشرفت، این یعنی حرکت رو به جلو. آقا این جلوه که اصلا اون نیست. الان سوالی که هست اینه که پس چرا دارن اعتراض میکنن؟ چرا دارن اعتراض میکنن؟ بله. اونجا رو ببین. قطار در حال حرکت رو میبینی؟ نه. اگه اونجا قطار در حال حرکت بود، بله. قطار در حال حرکت رو سنگ میزنن. قطار در حال حرکت رو سنگ میزنن. به همین سادگی. بدم میزنم. آب بخوریم؟ بفرمایید. خیلی تشکر میکنیم از صبر شما پرستاران. شبتون بخیر. در هفته‌ای که گذشت تصویر یک پیامی وایرال شد و به دست ما رسید که ظاهراً پیام خوشامدگویی به رزیدنت‌های جدید الورود بود. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، سال تحصیلی جدید مبارک. پیام دوم اینیه که الان براتون بخشایش رو میخونم. 1. از این ساعت به بعد کسی دور و بر پاویون بپلکه میارم تو همین پاویون چالش میکنم. خوبی؟ چیزی میخوای برات بیارم؟ پاویون دوستان محل استراحت موقت رزیدنت هاست که گویا ایشون تصمیم گرفتن اونجا رو به یه استراحتگاه ابدی تبدیل کنن. 2. تا وقتی تو اتاق سال بالایی هست کسی به هیچ عنوان روی صندلی یا تخت نمیشینه. بار آخره میگم. تازه بار اولی داری میگی. همین الان خوندیم پیامو. 3. رزیدنت سال بالا رو دکتر صدا نمی کنید. آقای دکتر مورد خطاب قرار میدید. ممرزا نه آقا ممرزا. لبخند و لبات میگیرم و جوون حواستو جمع کنیم. ما چون نتونستیم تو اون گروه عضو شیم، بالاخره چون عضو شدن تو اون گروه مراحلی داره، باید درس بخونی، زحمت بکشی، قبول شی، حالا زمین نداشته باشی، مکافاتی داریم و اینا. ما تصمیم گرفتیم از همین تریبون یک جواب درخور و شایسته به این دوست بدیم. سلام آقای دکتر. سلام ساواکی. سلام شکنجهگر. شما مثل این که تا الان جای سفت شیفت ندادی نه؟ ببین نه پاویون قزل حصاره نه شما وکیل بند. علوم پزشکی خوب زیاد داره، خوبیش به شما نمیرسه. جیگرشو داری بیا انبار، لات پاویون خلوت. دومن دوره متومت بازی خیلی وقت تموم شده. پایه برای مبل، درجه برای آب گرم کن. تو چی میگی قناری؟ بیا بشین رو شونم چه چه کن عشق کنیم. دیدی چقدر بد داشتم صحبت میکردم؟ دیدی گفتن این پسر لات شده تحصیلات شعور نمیاره؟
دیدی گفتن این چقدر منزجر کننده بود؟ شما تقریبا همین بودی. از من ناراحت نشی ها. آینه چون نقش تو بنمود راست، ماشاءالله دیگه شما خودت ارتوپدی، خود شکن آینه شکستن خطاست. بابا طرف رزیدنتی قبول شده دیگه، جرم نکرده که. شما در بهترین حالت 2 سال از اون زودتر به دنیا اومدی که اونم افتخارش به شما نمیرسه، مال کسای دیگه است. آقای دکتر، شما تو همین پیامتون 3 تا ایجاد رعب و وحشت داشتی، 5 تا تشویش اذهان عمومی، 1 دونه قتل نفس عمد. به نظرم اصلا تا وکیلت نیومده شما صحبت نکن. الان حبس بالا سرت ها، من بگم بهتا. اما شما رزیدنت های جدید الورود عزیز، ببینید شما الان مثل یک لوح پاک و بیالایشی. این مسیر قراره خط و خش روتون زیاد بندازه. شما الان امیدی برای قطع این چرخه معیوب، یعنی همینجا این روند کثافت رو به نظرم قطعش بکنیم دیگه، چون قبلی ها که مثل این که اصلاح نمیشن. شما اگه خودتون نگه داری دیگه از این به بعدش درست میشه. خبر رو ببین، ظاهرا برخی بیمارستان‌های خصوصی از پرستارانشون تعهد میگیرن که در مدت قراردادشون با اونها حق ازدواج و فرزندآوری ندارن. احساس نمی‌کنین یه ذره سرتون خیلی تو زندگی پرستاراست؟ شما اسمتون بیمارستان خصوصی دیگه، قرار نیست تو خصوصی ترین مسائل پرستارا دخالت کنین که. کلیساس مگه؟ راهبه مگه داری استخدام میکنی؟ مسیحی مگه تو؟ خجالت نکش، بیا بگو مثلا یک شنبه به یک شنبه هم بیام پیشت اعتراف کنم. البته مثل این که گفتن اون کاغذ تعهدی که از پرستارا گرفته شده خیلی اعتبار قانونی نداره. پس شما رئیس بیمارستان خصوصی محترم اون کاغذ تعهد رو لوله کنین، بزنین دم یک کوزه، آبشو بخورین اگر آبی باشه. چون اگر اینو ببرین پیش قاضی احتمالاً رفتار خوبی با شما و اون کاغذ و اون کوزه نخواهد داشت. متأهلی مجرد؟ متأهل. برو بیرون. بچه دارین یا میخواین بیارین؟ نمیخوایم بیاریم. دروغ میگی، برو بیرون. متأهلی یا مجرد؟ مجرد. خوبه. استوری آخرتون چند تا ریپلای خورد؟ 10 تا. زیاده. چند تا آتیش فرستادن؟ 2 تا. خیلی زیاده. 2 تا دیگه. یکیش هم زیاده. پرینت رنگی همه چتا رو آوردین؟ بله همش تو پرونده هست. خب این که فقط اینستاگرامه که. تلگرام هم میارم. واتساپ هم بیار. باش. در جریانیم که بعد از استخدام استوری کلوز فرند تعطیل، کلوزترین فرنداتون بچهای بیمارستانن. هایلایت می و جیم حذف. همه پسرها رو آنفالو میکنیم، فقط پیج بیمارستان فالو میشه. تو بیو می نویسین تابع قوانین بیمارستان، یه استیکر بی‌نهایت، یه استیکر بیمارستان. استیکرهای مجاز تو کانال بیمارستان هست. پیج پیوی داری؟ اگه داشته باشی 20% از قراردادت کم میشه. بنویسم یا داری؟ پاکش میکنم. نه دی اکتیو کن، پاکش کنی پیاما میمونه. باشگاه انقلاب ببینمت اخراجی. آقا من میرم اونجا میدوام. دونده بیا تو بخش بدو. رسیدین خونه به منابع انسانی SMS میدین. خب فردا 6 صبح اینجایی. مگه نگفتین ساعت کاری از 7؟ مترو شلوغ، پسر زیاده، 6 اینجا باش. باش. دارو به لیست آرزوها اضافه شد. ظاهرا با تغییرات نرخ ارزی که اتفاق افتاده لای بقیه اقلام دارو هم خیلی سوسکی کشیده بالا. این نوار تست قند خون چیه؟ 200% گرونتر شده. یعنی همین خبر میتونه قند خون ما رو بندازه. همین چسب زخم 6 ماه قبل میگرفتیم مینداختیم یه گوشه، الان داشتیم پول پارو میکردیم. بابا قدیم با 1 تومن زم میگرفت، الان فقط باید 1 تومن بدیم ویروس سرماخوردگی نگیرتت. من میگم این دارو که داره گرون میشه، خب با اینم مثل بقیه چیزا برخورد کنیم دیگه، مثلا 3 نرخیش کنیم ها. کارت دارو بدیم، بار اول که مریض شد 1500، بار دوم مریض شد 3000 تومانی، از اون به بعد دیگه 5000 تومانی. مریض شد خوب شد مریض شد دیگه 5000 تومانی. مثلا رفت خارج مریض شد اومد 5000 تومانی. از این خبر به بعد مریض شد 5000 تومانی. بعد اونم که دیگه داروهای خیلی خوب یا همون داروهای سوپر رو هم که دیگه 50-60 تومن دیگه. خوب نیست؟
اصلا سبد دارو بدیم به خانوار. ها کنار برنج و روغن و رب 4 تا سیتریزین و ژلوفن و نوآفن اینا هم بذاریم دیگه. ها جایی نمیره که. خیلی هم خوبه. دهک بندی کنیم دارو رو. مثلا دهک‌های بالا رو که کلا داروهاشون رو حذف کنیم، تمام. اونا خودشون بیمارستان خصوصی دارن، برن اونجا دیگه. دهک‌های وسط هم که همون داروهای روزانه‌شون رو ماه به ماه بهشون بدیم. سنبولوتیب و استخدوس و اینا رو بدیم. دهک‌های پایین هم که دیگه دارو نمیخواد، این نقصوزم بدیم، ما خودمون کار رو جمع می‌کنیم دیگه. دارو می‌خوایم چیکار؟ خب دونه دوم چسب زخم هم به آخر خودش رسید. امیدوارم که چسب زخم امشب روی یکی از زخم‌های کوچیکتون چسبیده باشه و خونش رو بند آورده باشه. ببخشید دیگه، جراحات زیاده و امکانات کم. شما متوقف نشید، با 162 تماس بگیرید و از چسب زخم حمایت بکنید. اگه هوایی برای تنفس و آبی برای صاف کردن گلو بود، هفته بعد همینجا آبستن حوادث خواهیم بود. ببینید، ببینانید، حمایت کنید، همدلی کنید، زنگوله، سابسکرایب، فالو، اینا مواظبت کن.